السلام علیکم. السلام علیکم. خیریات و بخیر. اینجا شما جوره. خیار هستین؟ خیریات و بخیر. شکر بسیار کوچا. نه سلامت باشین. زنده باشین. مزاحم شما نمیشم دیگه بیشتر از این. زنده باشیم. چی خبر خیار هستین؟ شکر الحمدلله. زنده باشین. خوب لاله عبدالجبار. جان. گفتم بیام به پیش شما بخیر که سعی کنم شما دیگه جواب به ما چی میدید. انا مادر مینام کو بیام آدم. خود شما گپ زدم. شما گفتیم خوبه بعد ما به شما خبر میدم. تا حال خبری هم ندادیم. گفتم باشه ما بیام یک دفعه سعی کنم دیگه که چه کار کردیم خبری به ما ندادیم. خوش آمدیم لالا نورالله جان. عرض حضور گل شما اینه که برای خوب بگردم. من امروز واقعیت بگم روی من نشد که برای مادر شما بگم. خود شما شرایط امروزی رو میفهمیم که امید دیدن بچه فرضه. آدم بیای امو بچه ببینه لااقل فردا معتاد نباشه، دوز نباشه، دغل نباشه. من به خونه صحبت کردم، خونه گفتم خود شما بریم از نغزیگ امی بچه دیدن بکنیم، لااقل سعی کنیم که شما گفته بودیم یک کمک امیت سادیه. خب بازم فرضه که من بیام این بچه از نغزیگ ببینم دیگه انشالله من ببینم نمازدگر بیایم یا صبح بیایم 100% من میایم که این بچه را از نغزیگ ببینم به 4 کلمه خودی صحبت کنم که هم دل تسلی ما بشه و هم دل تسلی خونی ما بشه. سعی کنیم برار خوب گردم. برار من نام خدا 10 پنجه و هنره، کارکن، زحمت کش، خیری کش، منتها کمک برابر یک سر سیوزنی شیرین عقله. بله ای که بچه کارکنیه، هنر هم داره. چی هنر؟ پرسان نکنیم. امیت شیرا میگه، امیت چاربیتی ها میخونه که باور بکنیم خود شما رو مزه میده. خب نورالله جان خدا نور 1000 ساله کنه، سایه شما را سر ازی کم نکنه. من انشالله میایم همین دیدن این بچه فرضه که ما بیام بکنم. ما به خدمت شما هست. مشکل کنه داره انشالله. نه چرا خدا نکنه. نه ما کی گفتیم مشکل. چون اکثریت همین خیشیا نورالله جان واقعا همین رقم بوده. نادید و ناچیش خود برفتم اون خلاص به بلا انداختوندم. بعد از او دیگه بعد از مرگم واویلا به درد نمیخوره. وای ما نمیشیم، وای بازم اولیس ولی و جنگ و دعوا. پس همین خوبه که اول بیام من بچه یک دیدنی بکنم. خوبه. بریم بخیر بریم مادر جان سلام بسیار بگید. بخیر سلامت باشین. خداحافظ. انا همینه که به سلام بخیر میگم. آی به قربان چوم یار علیده ها دلارم ای غمای تو مرم کرد میده میده ای جان محبوب آی به زندگی وفاداری نکردی الله به وقتی مردنم آی چی فایده ای نازنینم وی بر جا پا گذاریم زمینم. سلام. و علیکم. کجا بیدگی پاکشتنی؟ خوبه سلام. جنجره گیلا من به پیش گوسپندام استون خوبه؟ خب تو دیده کده برو به سرا رختا قبر کو امین نفر که دختر خوبه تو نمیده خاطری میایه. میایه به سرا؟ به چی کار میایه؟ خاطری ببینه دوماد نشته چیزیه. خب گی پاک میگی مستقل گفته من میام که گیلا که ببینم. خب مر ندیده میای تاری من نخ میکنه. مگر مثلا دخترک ببینه چرا مرتکک مر ببینه ندیده مر. راست میگن گیلا این مود به هر جا هسته. خاطر بیان تو ببینم قیافه تو معتاد نبشی چه کار میکنی ایتا کارا مثلا به کجا میری وقتی بشی میکنی چرس میکشی ایتا چیزا. من می تو کارا دارم. من یاد دارم. من کجا یاد دارم میتی چیزا. من چی میفهم چرس چیه مثلا کجا چیه چیه. من میفهم یاد نداری.
میگه بازم ببینم دیگه خوشایه وقتی دیگه نه من اینا را همه ما بچرونه اینجا شیشته اون دیگه آها تو میستی آه من یکه ببینه آه دیگه خجالت میکشم با گیپه خوب سعی کن هیچ کاری نیه وقتی برو آه خجالت نکشم نه گوش کن گوسفنده او دادی آچین گجه میخواه سعی کوش کن که بگید پلتیر نشه که اگه چیشش رو خدیم تو سلت میکنه خوبه خدا کنه مرتکه گجی قلم یا گیله که خوش کنه یک کلمه گپ بگه شاید او را خوب بگیره بره نورالله برار ما گفته این کمک دیونه این کمکیه اما 300 تخت کم داره ما 1000 دفعه بگفتم لالا نورالله نه این زن نمایه این زن نده من زنده به فکر نشی اینجا میان سبزوها با این همه ناز و ادا دلم میخواست برقصم همینجا و همینجا اینجا میان سبزوها با این همه چیه ماما آدم ندیدیم ببخشید بابا جان موندن نباشه چرا ماما به منجی خوندن آدم خوندن میارین گپ میاره ماما دیگه عراق خود چیز میشه چی بریم به هر جا میرین دیگه خب ما خدای نکرده ما کدام حرف بعده که به تو نزدم به هفته نسته که پینک شما بیاد جیبش لبلبی بری با سخته میسوزه ماما جان اجازه است شما یک سوال بله یا برو خوندن حال شعر حیات مبلا شما خبر نداری من به میقله هم شعر میگم هم خوندن میکنم خب اگه برای شما ما در زمین شاخله شوشکی بکنیم بزنیم چند تا بشون آمه خوش باشه چی بیاد بشینیم بابا جان بعد کردم کوکو جانه میگم کوکو شما از این محله بله یا همین سرو نورالله و کجای ماما جانی که نورالله خب برار منه دیگه مادر من یک مادره همین نورالله که براری داره مایه زن بده همین سرای با کجایه برار گلمه همین نورالله برار منه همون براری هم که مایم زن بدم منم من برفتم برد من که من زن بدم به سرم بزوغل به سر یک مرتکه که گفته که من همین شناس دیشتم یک وقت میشم کجا اندگرا خود دیدی من به اسم جباره انا برفتم اونجا که گفت که من برون قرار که دیگه چیز کنم من برای اعمال بیامدم من به صحرا گوسفند آخر بچلونم برای من گفت برو که انا مرتکه که دکتر خود میدم تو میای به سرا شما که تو رو نگاه کنم ببینم انیته خب همون جبار چی شد که بیای تور ببینه به خاطر ازی که دختر خوب بده برای چون مردم میرن دختر رو نگاه میکنن که خوش کنن مثلا حالا من جوانی گنده دارم قیافه گنده دارم نه من 100 لومال به قیافه خواهد شما بیترم نیم بله 100%. فهمیدی؟ بله بیعقلیه دیگه همون مرتقه که دختر خود مای بده بده و اگه بیعقل نباشه خود کله گنده خود بابا من ندیدی گوسفندر اونجا یلا کردم بیامدم بارم سعی کنم خود از یه آدم اشتنم من سعی کنم قیافی از این سعی کنم به من میایه چون من یک شخصی برار هستم که در مقابل چوکات اوشیری و نافهمی میفهم خود زدمی خسول ما مثلا میگم همین تا آدم نافهم مثلا ساده بیعقل باشه شاید بیعقل باشه خدا حافظ بری چاشت خود با برا صبر کو خودی تو کار درست کنه بله برار تو ریزی که مو دختر جبار بستونی مثلا ریزی هسته مو دختر جبار بستونی برار سعی کنیم ماستن ها به شکل به شرطای که به قیافه ما بخوره دختر مثلا سادی بیعقل نباشه مثلا میگم تیپ خوب داشته باشه مر پسند کنه مرمایم دو چالشی کنه من برال یکم هیخن با ما بدوزه مثل که من هنر دارم برای شعر میگم چهار بیتی میخونم او هم باید هنر داشته باشه خوبه گلک جو از قراره که چیزی که من میفهمم شکر خدا و دختر سادی هم نیه بیعقلی هم نیه شکر خدا تا اندک هنری هم داره شاید هم برای تو او نخوره
آب خیر باشیم. آدم نباشیم برای وقت ما بگیرفتیم برای مرتکه بیامدم دیگه 10 سال. ما به خدا از این قیافی و کلکتر شما همی که جبار تور ببینه همی تو دختر خود فوراً به تدومان تو میکنه میده به دست تو. زنده باشیم برای. من خبر دارم. شما من پسند کردین دیگه. نما کو دختر ندارم که بدون بری تو کوکو جو، یعنی جبار میگم بده بری تو. راست میگی. نام خدا بزی و شعری تو. زنده باشین برات. سلامت باشین. نام خدا بزی هنر تو. چک چک هم بکردم. تشکر باشین. خدا حافظ. خدا حافظ. یعنی جبار از بر همین خیشی تیر باش. ای فهمی دختر تو نکرده بزی دیوونه. این که دیوونیه نافهمیه به گپ زدن خو نفهمید که چی میگو. نغزی بگو یا درخت شش گو کنه به شونامو بزنه. خوب رفتن چی داری دیگه به دمسرا طرف. ای فهم دختر تو نکرده که بده بری از این. باشه بس خود به تلفنی زنگ میزنم بری میگم ما از اون بر همین خیشی تیریم بابا تیر. یعنی شما بدیدیم برارمه برار جو مستادیم من می آمادم خود شما میشیشتیم و میشوندیم همونجا که خود شما گپ بزد شما مور میدیدیم. خب ماست شما رو بزنه اشته بزنه بابا جانو هم که شما فکر میکنین لالا عبدالجبارو هم نیه. من به شما گفتم کمک شیرین عقلیه او تا که شما میگیم به او رقمی که شما گپ بزنیم اصلا نیه او رقم. خب یعنی چی میگیم برار؟ یعنی معامله ما و شما نمیشه؟ خیر رقمی نداره هیچ مشکلی نیه. خیره خیر باشه. خدا حافظ. خدا حافظ. چی بیدک لالا؟ میگو تو عبدالجباره بدیده بودی؟ عبدالجبار کی نه؟ همین خسور تو نه کی دیدم من کی میشتم؟ ایشته ندیدی که به من زنگ زد گما برار تو رو بدیدم نغزیک ماست چوب از درخت واکنه به شونام چرخته. همون مرتقه که تو شال سفید به داره کلی بدن. همون رختا سفیدی و بر شال سفیدی داره همونه دیگه پس اینه. چه با؟ خب چی میگفتک به تو؟ ما گفتک سلام نیلیلا کجایم براره و بچم زن مایم. ما گفتم براره همون زن که مایم براره منم. پس تو ابروی حیثیت مر پاک شلاب دادی بفهمیدی او خود تو تست کرده بفهمیده که تو آدم چوش دیوونی. من بهش گفتم یک برابر یک نیست تو زن برار مشیرین عقلیه پاک ابروی حیثیت مر تو بریختوندی به پیش از آدم. بابا او از من نپرسید اون مرتکه از من گفتک براره امیت نفریه مثلا امیت براره داره ما انا مثلا زن بگیرم. ما گفتم برار من اینو کار دارم چی میفهمید همون مرتکه بودن که خسور ما ماسته بشه. پس پیار ما مای خسور تو باشه کی مای باشه دیگه میامد خود تا تذکری خودتون نشون داد که ما خسور تو میشم او بیامد که تو تست کنه که تو چی رقم آدمی تو زدی زندگی خود خورن خراب کردی از ما هم خراب کردی الان من چیکار کنم؟ چی میفهمیدم بابا او بیامد از من بپرسیدم 100 دفعه به تو گفتم برار خوبه گفتم که کسی نمیشناسی به پیش استاد نشو خودی خوش آمد نکو الان بفهمیده که تو سادی سوت سادی تو. خب شده دراز نکشیدم نزدم. نه بس لقطا خم میکدی حال اینجا چه کاری پیش روی مستدی؟ چی گیپک بیامد پیش گسپندا بشیش گفتک برو که مرتکک میه که تو رو ببینم. اصلا دیگه مرتکک نمویه که چهره تو رو ببینه برو پیش گسپندا برو به هر جا تو ابری حیثیت بر میریزونی. من چه میفهمیدم همونه دیگه خود ایشته نه خود ما معرفی نکرد. اون مرتکب یه خود به تو معرفی میکنه اون مرتکب خفه چوپی میاد تو چک میکنه که تو ایشته آدمی تو بردیستید همه اختلاط کردی بریو. بابا من چی میفهمیدم امیر با میام مرتکب خود به من معرفی میکنم میگفت برادر من خسور تو من هیر تو سیکو این مره ای کدن که گسپند با من بچرونه نصف گسپندا به زو زمین رفته نصف گسپندا به زیمه گیپک البته تو دیشب دوخره به زوم بودی چیه؟ وخه بابا چیه گیرا؟ اعصاب ما بیا از خراب شرطی میکنه اعصاب ما مثل برقاس 34 ساعته شرطی میکنه. چه کار کردی معامله خود پیش بردی؟ بالیا پیش بردم بالیا مرتکب تا کوچه میدن که پیش تو برفتم مرتکب من به تا کوچه بدیده به تا کوچه باغ از ما پرسان که دگمه ما بیاقلی ماست میره سر خو بالا کنم بزنم به زمین خبر ندارم که بابا مای خسور میشه. مرتکب مستی بزنی ها خسور خو من چی بفهمیدیم اون خسار ما میشه؟ انا براتی من جگا بابا نیلیلا برار ما به جلو خدا گل دیدم به تا بابایل گپ میزنه
مرتکه گفته برم مول بدیدم اصلا 380 تخت کم داره. معلوم داره. آه والا معلوم داره. خودی اون خود تو دوغا خود شراب دادی نیاز برای مرتکه نکده. راست میگی. چی دختره گفته فخص شده. به نیلیلا گفته فخص شده. دختر خود ما نمیدیم. یاره کنسیر شده هیچی دیگه. آه چی؟ تو نمیبینی میگه سرگی آخه تو که دوخره به ازم نبیدی نصف گسمانده او برای نصف برفته وجود پلوشا. اما همسایا بیا اینجا باید تاشون معصاب هم ندارم امرو به کل دیگه یعنی تو سعی که من گفتم ننیم وقت با فکرم شده هیچی به هیچی. نیه گوسفندا کسی کار نداره. وقت بگرد وقت 10 دقیقه چیز خیلی بشون بدار. Thank you.